میگیرن بیادرک ها یک ذره شوخی میکنن. خوب دوستان نهایت گرامی، بار آخر که سرای شمالی آمدیم شب بود و از طرف شب سرای شمالی شهر کابل دیدیم. امروز آمدیم از طرف روز دوستان عزیز. سرای شمالی تا چند روز دیگه قصه اینجا دوستان عزیز. سرای شمالی ما این بخشش بیربارتر هست. مولی سفید دوستان عزیز یک وقت نتونه چه قیمت بود میاره والا در 25 افغانی هم میگرفتیم، دو دانش 50 افغانی میگرفت. ما حالا اون دوباره ارزان شده. این ترشی و ترکاری ترشی بخشیم ترشی و چکنی هم خرما میره دوستان عزیز. وقتش هست، وقت خرما هست. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. میگیرن بیادرک ها یک ذره شوخی میکنن. خوب دوستان نهایت گرامی، بار آخر که سرای شمالی آمدیم شب بود و از طرف شب سرای شمالی شهر کابل دیدیم. امروز آمدیم از طرف روز دوستان عزیز. سرای شمالی تا چند روز دیگه قسم نمیمونه. به خاطر چی دوستان عزیز؟ به خاطر اینکه رمضان میشه، چند روز محدوده تا رمضان الکریم باقی مانده و ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد. در این ما دوستان عزیز دیگه بازار سرای شمالی مطمئنا یکی از بیربارترین و شلوغترین بازار شهر کابل می باشه، چون که یک بازار بزرگ میوه و سبزیجات و ترکاری یا سبزیجات معروفش یک نام میشه هست. حتی از جاهای بسیار دور از خیرخانه خوب کلگی جمعه و از جای دور شاید بیاره. دوستان نهایت گرامی و عزیز، فعلا که میبینین کراچی ها منظم است، تو قدر بیربار زیاد هم نیست سرای شمالی. به خاطر ازی هست که هنوز طرفای دیگر نشده. امروز پنجشنبه هم است و مردم در آخر روز دیگه باز میاین و خوب بیربار میشه این بخشا. دیگه فعلا اونقدر بیربار نیست. موترهای لاینی هستن دوستان عزیز و عزیز شاید کامجایی به طرف ولایت ها یا عادی مزار یا ولسوالی های کابل حرکت کنن، چون که این سرک دوستان عزیز سرک اصلی کابل و شمال است که وصل میشه به پروان. از پروان دیگه طرف های بغلان و مرای سالنگ است و رفت آمد و اینمی چیزا دیگه. با مو خاطر دوستان عزیز راه را بزرگ ساختن و کلان ساختن راه کوتاله. البته کارش همچنان نیمه تمام است، هنوز مکمل نشده، اما بازم یک طرف سرک، طرفی که میاین طرف سرای شمالی است سمت شمال او کامل شده و این سرک دیگه هنوز یک ذره کاربارش مانده. هشتا 20 دسته کوچک است ترکاری، یعنی هر 5 افغانی 2 دسته. اینجا دوستان عزیز سرای شمالی ما این بخشش بیربارتر هست. مولی سفید دوستان عزیز یک وقت نتونه چه قیمت بود میاره والا در 25 افغانی هم میگرفتیم، دو دانش 50 افغانی میگرفت. ما حالا اون دوباره ارزان شده. این ترشی و ترکاری ترشی بخشیم ترشی و چکنی هم آمده. این ترشی و چکنی ها دیگه وقتشون دمی رمضان از بعد رمضان اینا نمی باشن. جلبی و کلچه گلبهار یا کلچه سیاد بعضی ها میگن. خب باز نام اصلیش دوستان عزیز کلچه نرم است
که ما در یکی از اصلی ترین جاهای پخت پز از این کلچه در سیاد کاپیسا رفتیم. اگر میخواین که ببینیم ویدیوش برین و ویدیوش از این چینل و از این کانال بیننده باشین که کلچه چگونه پخته میشه، کیلو چند است و چی ها هست و چی ها نه. طرف دوستان عزیز بازار میوه هست که نمیریم، در این بازار ترکاری هم تو راه ماره ادامه هم میتیم. اینجا بیربار است، اینجا کیوی هست دوستان، کیوی هست، سیب هست. اما دوستان عزیز یگانه چیزی که در این زمستان جایش خالی هست کینو هست که امسال واقعا هیچ کینو نخوردیم دوستان عزیز. نه تنها بعض از دوستان که هیچ کس، بسیار افراد اندک دوستان عزیز اگر تونسته باشن کینو بخورن، یک کینو پیدا نمیشه چون راه پاکستان مسدود است و میوه های وارداتی همیشه دیگه اونا هم مسدود هستن. متاسفانه دوستان عزیز خرما می دوستان عزیز وقتش هست، وقت خرما هست. در سر افطاری دوستان عزیز یکی خرما و سابقا خوب که مردم استفاده نمیکنه، سابق آتوسا بود، یک نوع مواد خوش بود، بودرد آب حل میکردن، مزه آب میوه میگرفت. از اونا که نمی بود دیگه مردم افطار نمیکردن بدون از اونا، حتما اونا می بود. اما حالا متاسفانه که آتوسا کم کم رسم و رواجش از بین رفته و فقط خرما مانده. خرما را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حدیثش است که میگه همیشه افطار با خرما و آب کنین. اینجا دیگه دوستان عزیز راه همون سمت شمال است که ابتدا به کوتل خیرخانه و بعدا به طرف ولسوالی ها و بعدا به پروان اما تو سالنگ و طرف ها دیگه باز میرسه. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، امیدوارم که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تنها به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان. Good dog.